خوب استاد، اگر چند میخوام خیلی وارد همین مسئله شم، ولی میبینم که خوب دیگر وقت هم خیلی زیاد رفت. در مورد این که تاجیکستان مثلا فعلا در یعنی که زیر لیمیتی شدید قرار دارد و مردم همگی 6 ساعت 7 ساعت بعضی جا 5 ساعت یعنی که قوای برق میگیرند، در حالی که شرکتی خوب یعنی که چقدر تعداد شنبه ساخت مثلا 2 تا تسلا، ولی باز هم همین لیمیت یعنی که سراسری است، در حالتی که ما میدونیم که مثلا 30% برقی استحصال میکردگی تاجیکستان که مثلا تلکو میگرفت هیچی نمیگیره، یعنی اصلا یگون چیز نگرفته است، یگون درآمد نداره، مثلا یگون عمود خیلی استحصالات نداره مثلا. ولی برای چی همین چیز یعنی که لیمیتی برق غیر از اون چیزایی که گفتیم به افغانستان میفروشه، به قرقیزستان میفروشه، باتریای 17% که در دنیا 4% باتریای برق نیست وجود نداره، و در تاجیکستان 17% برق باتری داره. یا در سیم میره که آسمون دا بوق میشه و میره واسه سوید، یعنی همین تا یعنی چیز وجود داره. به نظر شما یعنی این رحمان چند بارها گفت که به برق افسانه میشه، هیچ افسانه نشده است. یعنی چی چیزا میبینه در همین یعنی معمای به برقی و لیمیتش؟ ببینید، ما نباید سوال رو این خیلی بگذاریم که چرا امام رحمان با مردم برق نمیدهند. سوال رو این خیلی بگذاریم که برای چی امام رحمان با مردم برق میدهند؟ برای چی؟ آیا مردم تاجیک از بی برقی شکایت کردن، طلب کردن، اعتراض کردن، گفتن که این حق ما هست، قانون رو پامال کرده شده، کنستیتوشن رو پامال کرده شده؟ کی در این باره گپ میزند؟ ما و شما از خارج که ما و شما برق داریم، ولی برای اون ملت گپ میزنیم، ولی میگن که شما از بیرون استفاده فتنه انگیخته شده. و مردمی که بی برقن یک قسمتش باز شکرانه کرده شده، یک قسمتش باز تعریف کرده شده است. من فکر میکنم که امام رحمان راحت خیلی آرام است و برای همین برق نمیدهند. برقی که در تاجیکستان امروز تولید میشود به اون اینو میگن ماشین است، یعنی قدرت ساحه انرژتیکی تاجیکستان یک کمی بیشتر از نیازمندی تاجیکستان هست، هم در صنعت هم در اهالی. یعنی استحصال برق در تاجیکستان بیشتر از نیاز داخلی تاجیکستان است که یک مقدارش باز به خارج فروخته می شود. اما در موسم زمستان طلبات به نیروی برق یک کمتر بیشتر می شود. از طرف اهالی گرم می کنند، روشنایی بیشتر از شبها طولانی است، برق بیشتر استفاده می شود. امام رحمان خیلی راحت برق مردم را خاموش می کند، اما اون قسمتی را که به خارج می فروشد اون را قطع نخواهد کرد و نمی کند. برای چی؟ برای آنکه یکم دلیل مردم داخل اعتراض نخواهند کرد، نمی کنند، خاموشند. این یکی از دلیل هست، اما دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی این است که پولی که مردم داخل میدهند از خرید قوای برق، پول مستقیما میرود به بودجه دولت. البته اینم دزدیده میشود در راه، اما یک مقدارش بالاخره باز به بودجه دولت میرود، در حساب و کنترل هست، در تحت نظارت هست. دزدیدن این پول از طرف مقامات دولتی کاری آسان نیست. اما پولی که از برق فروخته شده در خارج به دست می آید مستقیما به صورت حساب‌های خارجی در آفشور می رود که در اختیار خود خانواده است. فرق را دیده؟ یعنی هر رهبری دولت، مثلا ازبکستان هم برق را در خارج می فروشد، قرقیزستان هم می فروشد، ایران هم می فروشد. این کاری عادی است، همه می فروشند. اما وقتی که در داخل هر کشور مشکلی برق پیش آمد، اولین کاری که میکنن حکومت ها برق مردم رو تأمین میکنن و فروش برق به خارج رو قطع میکنن یا محدود میکنن به همون مقداری که برای داخل برسه. در تمام دنیا این کار رو میکنن. اما برای چی در تاجیکستان برعکس است؟ همین دلیلی که گفتم. یکم این که مردم حکومت به این باور است که مردم تاجیکستان سزاوار برق نیست، حق ندارد و این قدر و قیمت ندارد که برای او شدم من مثلا در نزد کلینت های خارجی هم مثلا برق رو قطع کنم. دیگه این که اگر به حتی مردم تاجیک آمادن که همون نرخی را که حکومت به خارجی ها میفروشد در داخل پرداخت کنن و پرداخت هم کرده ایستادن. یعنی اون این نیست که مردم تاجیکستان برق رو به پول بگیرن.
اما چون پول این مبلغ این مستقیم به بودجه میرود در کنترل مردم قرار میگیرد و همین خاطر میگه بهتر است من با خارج بفروشم که پول مستقیم به جیب ما میرود در کنترل مردم است. روزی که مردم خواست مردم طلب کرد مطمئن باش که هم نیروی برق ما کافی است، برق هم پیدا می شود و در هر خاندان تاجیک برق خواهد. یعنی باید که به نظر شما مردم تا صدا بلند نکنند برق نمی شود. مردم باید از ببرقی خودشون صدا بلند کنند تا اینکه برق با مردم داده شود. درست؟ تا همون طفل که گریه نکرد مادرش که جگربندش هست شیر نمیتید. من برای پرسیدم سوال داشتم که امام رحمان برای چی به مردم برق بدهد؟ برای چی معاش بهتر کنند؟ برای چی کارخانه بسازد؟ و لایکاتون رو گذارید، در پادپیسه کردن توهین نکنید تو انشاءالله با همون مره‌ای که نیت کرده ما گذاشتیم انشاءالله اگر پیشتر رسیم فبها و نعمه، اگر زیادتر شد اون هم الحمدلله ثم الحمدلله. ولی انشاءالله که توهین نکنید در پادپیسه کردن، در گذاشتن لایکاتون تا سبب بیشتر بیداری ملت شود. هر روزه خبرها و آن چیزی که از تاجیکستان میرسد این دلالت از پیشروی ما و شماست.